در رابطه با مناقشه بین دو گروه نورسان در نزد یک مرکز بازی‌های کامپیوتری در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه که در جریان این مناقشه یک نفر کشته شد، از هر دو طرف 9 نفر را دستگیر کردند. این مناقشه خونین شب 9 یونیو سال 2023 رخ داده است، ولی مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تفصیلات آن را تنها شب 21 ایون در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی نشر کرد. خود این 9 نورس دستگیر شده و نزدیکان آنها برای شرح این ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به گزارش سراج الدین شکوری، سخنگوی ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه، ماجرا پس از بحث مجازی 2 نورس در اینستاگرام آغاز یافت و به مناقشه واقعی گروهی پیچید و متاسفانه با مرگ بازم واقع‌تر یکی از این نورسان و پشت پنجره رفتن 9 نفر انجام یافت. شب 9 یونیو سال 2023 دولتوف بیروز در اینستاگرام با زاکر جانزاده صالح وارد بحث لفظی شده یک دیگر را دشنامباران کردند، ولی بازم با این قناعت نکرده در نزد یک مرکز بازی‌های کامپیوتری در کوچه علیشیر نوایی در محله 91 رزبار تعیین کردند. صالح زاکر جانزاده با این دوستانش به رزبار آمده است. افرادوف ابوبکر، بایف لطفالله، طاهرف خسرو. سراج الدین شکوری میگوید از بس که طرف دیگر دیر میکرد، صالح با دوستانش در مرکز بازی‌های کامپیوتری تا آمدن آنها ششته بازی میکنند، به خبر از آن که این آخرین بازی در عمر کوتاه او خواهد شد. بعد چند بیروز دولتوف نیز با این رفیقانش به جای رزبار می آید. روزیف ابوبکر، نیاز محمدوف شرف، اودینایف عبدالرحمن، عبداللهیف صدرالدین. بعد رسیدن جانب دیگر طور در ثبت ویدیو دیده می شود تقریبا ساعت 21:57 مناقشه سر زده است. در جریان زد و خورد شرف نیاز محمدوف صالح زاکر جانزاده را مورد لطوکوب قرار داده با کارت به عضوهای ایوتن مهم بدن او 2 ضربه زده است. یک ضربه دیگر سخت به شکم زاکر جانزاده را بنا به فریضه تفتیشات خود دعواگر بیروز دولتوف زده است. صالح زاکر جانزاده بر اثر ریختن خون زیادش جان داده است. سراج الدین شکوری میگوید در نتیجه نافهمی‌های ناچیز این نورسان یک امثال خود را از حیات محروم ساخته، خانواده او را غرق ماتم کردند و نام خود را هم داغدار ساخته چند سال آینده عمر خود را در پشت پنجره سپری خواهند کرد. لازم به ذکر است که این مناقشه خونین در نزد مرکز بازی‌های کامپیوتری در حال رخ داد که بر اساس قانون مسئولیت پدر و مادر در تاجیکستان مرکزهای بازی‌های کامپیوتری و مرکزهای دلخوشی در ساعت‌های شبانه از ساعت 20:00 به آن طرف نباید به کودکان و نورسان اجازت ورود بدهند. طلبی که طور ریدهای ملیت نشان میدهند بسیاری از این مرکزها صرف نظر میکنند.